آقا اینقدر نیاید به این ماشین بازا بگین چرا اینقدر ماشین تو خوابوندی، چرا رینگش رو عوض کردی، چرا اینقدر هزینه کردی، این هزینه رو فلان جا میکردی اینجوری میشد اونجوری میشد، این هزینه رو میکردی الان زندگی این بود. بابا به خدا قسم این بچه ها، این جماعت، این پسرها، این دخترها از ترس دنیای بیرحم آدم ها و از ترس از دست دادن آدم ها دل به این آهن ها بستن. اینقدر اذیتشون نکنید، بذارید تو دنیای خودشون باشن. اینم گفتم صفای وجود تک تک اونایی که یه دونه از این خوشگلا تو پارکینگ خونش. سیو دارید که وقتی حالتون بده بدون هیچ منتی کنارتون باشه؟ بله ماشینم. بجز ماشین؟ فقط ماشینم. حالا این همه مورد واسه حال خوب چرا ماشینه؟ آدما که تا واسهشون منفعت نداشته باشه میرن. ماشین من هر موقع بنزینش تمام میشه درسته نمیتونه حرف بزنه، ولی بهم میفهمونه که ببین تو برو تا تو برگردی من اینجا منتظرت میمونم. ماشین بازی دنیای خیلی خاصیه بر خودش، هر کسی نمیتونه درکش کنه به نظر من. تو خیلی حالیته یه نگاه بکن رخی